به نام خدا و سلام. عیسی یزدانی هستم. اینجا روستای ترکان است، از شهرستان مرو استان یزد. اومدیم خواهر برادر دور هم نشستیم که ارث میراثمون رو تقسیم کنیم. خب همونطور که میدونید پدر ما 8 فرزند داشت، 2 خواهر هستیم و 6 برادر. طبق قانون ارث در ایران خواهران نصف از برادرها گیرشون میاد، بنابراین 8 نفر هستیم. 2 خواهرمون میتونیم یه برادر حساب کنیم و به 7 قسمت مساوی تقسیمش کنیم. ضمن یکی از برادرامون زندیات فیروز یزدانی چند ماه قبل از پدرم فوت کرد و طبق قانون ارث بازم حتی 1 ریال از ارثیه این خانواده به بچه‌هاش تعلق نمیکنه. خب اینجوری ما اگر میخوایم تقسیم کنیم طبق قانون ارث، اما به قانون که مراجعه کردیم قانون ارث اینو بهمون میگه. اما تو خانواده ما یک قانون دیگه هم هست که بهش میگن قانون وجدان. وقتی با قانون وجدان مراجعه کردیم گفت که نه، مگر چه فرقی میکنه که بین خواهر و برادرها فرق بذاری و تقسیمشون کنی. خواهر برادری که 90% از دوران سالمندی پدر مادر اون موضوعات از اونها کردن، پس بنابراین نباید فرق بین اونها باشه و به عدالت باید تقسیم بشه. بنابراین باز از 6 قسمت به 7 قسمت مساوی میتونیم تقسیمش کنیم و 2 خواهر و 2 برادر حساب کنیم و به 7 قسمت تقسیمش کنیم. قسمت آخری هم مال برادرم زندیات فیروز یزدانیه. طبق قانون ارث چون قبل از پدرم فوت کرده میگن ارث میراثی بهش نمیرسه، ولی وقتی با وجدان خانواده‌مون مراجعه کردیم دیدیم که چرا بچه‌های یتیمی که ما باید بیشتر بهشون سرپرستی کنیم باید از قانون ارث محروم بشن. بنابراین زندیات علی آقای کاظم 8 فرزند داشت و تمام ملک و میراث و آب و هر چی که داره از لحاظ کمیت برامون مهمه، اما کیفیت تقسیم برامون مهمه. به 8 قسمت مساوی تقسیم میشه، 8 شماره گذاری میکنیم و با عدالت به صورت قرعه کشی بین همه ماها تقسیم خواهد شد. به هر حال برادران و خواهران همه راضی هستید؟ مشکلی نداریم؟